بسم الله الرحمن الرحیم. الان دوباره شروع کردیم. اینو الان تموم کردیم. یه یخچال دیگه آوردم، اینم کارش تموم کردیم. به همون منظمی. ببین اون قبلیه خمیر داشت، اینم خمیر زدیم. متاسفانه چون فیلم بردار ندارم، کسی کمکی ندارم، مجبورم بیشتر کارامو آخر ساعت که کاراشونو انجام دادم فیلمشونو بگیرم بذارم براتون. انشالله سعی میکنیم که از این به بعد کارو درست در بیاریم. این هم اینم یخچال فلیوره که سردخونش کلا نشتی داشت. این فلیوره یه چیز دیگه میخوام معرفی کنم براتون تو کلیپ بعدی. حتما معرفی میکنم بهتون. ببینین کار به این قشنگی انجام دادیم، تر و تمیز. لطفا ما رو سابسکرایب لایک کنید تا بتونیم بیشتر دیده بشیم. خواهشی که داریم ازتون. تازه شروع کردیم کارمون و اینم گرفتگی داره، مسیر روله گازش گرفتگی داره. انشالله بتونم من اینو کامل فیلمشو بگیرم براتون بذارم.